عرض کنم که اعوذ بالله منم شیطان رجیم. چیه؟ خب واقعیت دیگه. امروز من به عنوان مرجع تقلید سراسر کائنات الا ایران با دلی البته دردمند و احساس شکستگی سنگین طلسم با شما صحبت میکنم. آدم واقعا دندونش بشکنه، دندش بشکنه، لگنش بشکنه، ولی طلسم نشکنه که هر کاری میکنی جوش نمیخوره. نماینده میفرستیم توی نماز جمعه، بلا نسبت چی میگن، چیزی بارش نمیکنن. البته شما منظورم رو میفهمین. آخر خودم باید دم به ساعت پاشم بیام تو نماز جمعه. معلوم نیست ما رهبر این نظامیم یا امام جمعه زاپاس تهران و هومه. از کنم که یکی از وقایعی که اخیراً خون من رو به جوش آورده مثل آب 90 درجه. چیه؟ آب دیگه، جوش. 90 درجه آب 90 درجه نیست، 90 درجه نیست آب. توی 90 درجه زاویه قائمه میشه، توی 100 درجه میجوشه، توی 110 هم که نمیدونین چه خبره، از رادان و احمدی مقدم و کهریزک و به هر حال واقعی که خون من رو به جوش آورد این بود که من پیشتاز اعلام عید فطر بودم و با فاصله 1 روز از همه جلو زدم. به به. ولی به جایی که جایزه بدن حرفایی زدن که بنده رو سکه 1 پول کردن. اینها ظاهرش یک اطلاع یا فتوا بود، ولی در باطن از آجر بدتره. حکایت همونیه که یک کاغذ خورد تو سرش افتاد مرد. بعد که اون کاغذ رو باز کردن دیدن توی کاغذ نوشته بود آجر. بعضی نوشته هم هست که از خود آجر بدتره، یا برخوردی که با این محمود من کردن. این خودش نمونه بارز نقض حقوق بود. حالا حقوق بشر نباشه، حقوق همین محمود من که هست. اون از هتل که راهش ندادن. این بیچاره توی این مملکت غریب باید دنبال مسافرخونه‌ای، اتاقی، چیزی میگشت که شب رو به صبح برسون. آخه اونم از اون برخورد زشت ضد ارزشی که نماینده های کشورهای مختلف کردن که وسط سخنرانی ایشون انگار شهر هرت همینطوری بلند شدن و گذاشتن و رفتن. ماه مهر و بازگشایی دانشگاه ها و مدارس رو هم به روح امام مرتحل و عرض کنم همه مقامات نظام تسلیت میگم. در انتها هم میخواستم یکی از این اشعار بسیار زیبایی که در این مجامع شعری با بنده خونده میشه و همه میان در محضر من، یکی از اون اشعار بسیار زیبا رو بخونم که صفا کنید. البته همه ابیات یادم نیست، ولی این بیت خاصش یادم هست که میگه که نمیدونم چی حافظ، نمیدونم چی شیرازی. واقعا قشنگ بود. السلام علیکم و اعداءکم و ایامکم و اعدائکم سعیدا.